هفته خبر تو خبر داره براتون از دور دیگه از مذاکرات برای خوردن کامل جام زهر که البته به دستانداز خورد و ظریفینا دست خالی برگشتن. در پایان این مذاکرات آقای ظریف و خانم اشتون به میان خبرنگاران نیامدند و حتی بیانیه‌ای هم صادر نشد. به این ترتیب خر ولایت این بارم نتونست از پل مذاکرات رد شه تا از بنبست در بیاد. این که تو مذاکرات طرف حساب‌ها چی خواستن که باعث شد تیم مذاکره کننده گیرپاچ کنه رو باید از این عمو جغد شاخدار بشنوید. دشمنان مرتب از گزینه نظامی روی میز صحبت میکنن، در عین حال از جمهوری اسلامی خواستن که در این عرصه ها، در عرصه های نظامی و موشک ها خودش رو محدود کنه. واقعا همونجوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن این توقع آمریکایی‌ها احمقانه و ابلهانه است. حالا که کار توی بنبست افتاده و سر گاو ولایت تو خمره اتمی گیر کرده، تیبریش برای که هم کار ظریف رو ساده کنه و هم دلواپس ها رو به دست بیاره یه ترانه درست کرد که ظریف بده به دست اشتون. دست روی دست بذاری اونا بردن کوتاه بیایی ده کدرم میگیرن. و جمعی از اهالی رسانه نماهنگی را آماده کردند که اگر شد به دست جان کری و اگر دستشان نرسید به خانم اشتون برسانند. تحمل ما هم یه حدی داره، همین قدم از سرتون زیاده. در درون نظام هم برای دلخوشی دادن به دلواپسان دلپیچه گرفته تا تونستن خط و نشون کشیدن که این بار دیگه کوتاه بیا نیستن. اگر نسبت به مذاکرات مقدماتی با مسامحه برخورد شد، مذاکرات نهایی محل مسامحه نخواهد بود. آخه زنبورک خودت هم میدونی که وقتی سنبه پرزور باشه تنها گزینه روی میز برای عضوی کوتاه اومدنه. توی این وضعیت هر ضربه‌ای که از هر طرف میاد صاف میخوره تو طلسم ولایت. به خاطر همین یه عده به صف شدن تا به شیوه تف چسبون طلسم شکسته ولایت رو سرهم بندی کنن. یکیشون حاج آقا پهنیانه. من خودم بعضی وقتا سوال اصلا در مورد ولایت جواب نمیدم. میگه حاج آقا این ولایت فقیه از کجا در اومده؟ میگم کتاب ولایت فقیه از امامو خوندی؟ میگه نه. میگم خب غلط کردی سوال میکنی، تو اصلا انسان نیستی، شخصیت علمی نداری، احترام بذار. پیرمرد باسواد کتاب نوشته، نظریه داده، به خاطرش زحمت کشیده، جون داده. این همه آدم جون دادن، 2000 احترام قائل نیست. بره کتاب تئوریسین این انقلاب بخونه، از در رسیده داره سوال میکنه. تو پاچه برمانده میخوای لگد کنی همه چیو. خب این حداقلی که باید میخوندی دیگه. نخوندی مثلا آدمی نیست ما حرف بزنن. بله، اگه این کتابو خونده باشید میفهمید که ولی فقیه یک موجودیه که هر غلطی خواست میتونه بکنه، فقط به یه شرط که نماز صبحش قضا نشه. این دجالک توضیح میده. اتفاقی یه روز رهبر انقلاب نماز صبحش نخونه، نه از رهبری میفته، از مرجعیت اصل دیگه به درد پیش نماز ده هم نمیخوره دیگه. همه چیز رو لازم هم خبرگان عرض کنن، عرض شده هست. حالا کی باید نظارت کنه که ولی فقیه هر روز صبح نمازش رو میخونه یا نه؟ حتی رهبر تحت نظارت خبرگان که نمایندگان ملتن. فقط یک نهاد وجود داره در ایران در قانون اساسی ما که تحت هیچ نظارتی نیست و او کیان؟ خبرگان که نماینده های ملتن تا نظارت کنن بر رهبری. حتی خود رهبری تحت نظارت. درست شد؟ تحت نظارت نمایندگان ملت.
ولی فقیه تحت نظارت یک نهاد قانونیه؟ پس این حاجی اشکیبوسی چی داره میگه؟ ما مسئله ولایت فقیه رو فراتر از قانون اساسی میدانیم. خب حالا که کل این سیستم با هم تبانی کردن، یعنی ولی فقیه و شورای نگهبان و خبرگان زیر بغل هم هندونه گذاشتن که همشون سر کار بمونن و مال مردم رو بخورن، مردم باید چی کار کنن؟ اگر کسی بگه که آقا این سیستم از رهبرش و شورای نگهبانش و خبرگانش و همه اینا همه با هم تبانی کردن که این هندونه زیر بغل او بذاره، اونم زیر بغل اینم با زیر بغل او، یعنی همه هوای همدیگه رو داشته باشیم، علیاذ بالله همه با هم بخوریم. خب اگه یک سیستم کارش به اینجا کشیده دیگه این نظام رو با قانون نمیشه اصلاحش کرد. این دیگه یک نظام فاسدی است که باید دوباره انقلاب بشه علیهش. باید انقلاب کنی، براندازیش کنی، چون میشه سیستم طاغوت. اینم از دفاع سگی به سبک بزبز قندی که اومد وضعیت سیدعلی رو درست کنه، بیشتر خطر ایجاد کرد. این یارو که ظاهراً مغزش رو از قرون وسطا تا الان تو ترشی خوابونده بودن، اینجا اومده تا با یک فرمول اقتصادی زنها رو خونه نشین کنه. هر خانمی که میره سر کار یه شغل برای از یه آقای هست، بعد استقلال مالی پیدا کرده، تقی به توقی میخوره، مهریه اجرا خونه بابام. حالا از اونجایی که از قدیم گفتن ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، وقتی رد این تئوری بوکو حرامی رو پی بگیریم میرسیم به ابرفسیل نظام با مغزی که از دوران پارین سنگی تو کلش جا مونده. به نظر من مسئله اصلی زنی که مورد فشار کار قرار بگیره، این نمیتونه کدبانو باشه، این نمیتونه مدیر خانواده باشه. مسئله اشتغال بانوان نه، این جزو مسائل اصلی نیست. حالا با توجه به این افاضات کپک زده در مورد زنان، ببینید این بازیگر ولایی برای اینکه تو سینمای عمامه‌دار به یه جایی برسه، برای دومین بار چه چشمه‌های جدیدی از چاپلوسی از خودش به نمایش میذاره، طوری که میتونه در این زمینه تو کتاب گینس یک رکورد برای خودش ثبت کنه. این بار با قدرت‌تر این تبریک رو به رهبر عظیم الشأن کشورم تقدیم میکنم و میگم آقا جان، این عید بر شما مبارک، روزتون مبارک، سایتون انشالله مستدام باشه. برادر نازنینمون، برادر گرامیمون آقای مهندس ارقامی، جناب آقای داراوی، همه ازم به خدا من نمیدونم تمام مردان، امیدوارم به حق صداقت کلام من به دل شما بشینه. در مقابل موج ریزشی که بالا تا پایین نظام رو گرفته، این حاجی جوجه کش یک پیشنهاد ولایت پسند برای همه جک و جونورهای نظام داره که چجوری ریزشی ها رو جایگزین کنن. از همین امشب تصمیم بگیرید از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید به عشق این که شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه، یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه، یا 12 فرزند به نام 12 امام، یا 14 تا به نام 14 معصوم. حالا من نمیدونم. بعد از عمری برنامه‌های گفتگو محور با آخوندهای ریز و درشت، توی این برنامه اومدن یه مش پیامک خوندن که ارزیابی خوبی از موفقیت این برنامه هاست.
شما سالهاست این حرفا و امیدا رو مطرح میکنید، تکرار میکنید، آخرش که چی؟ که این حرفا به نتیجه میرسه؟ هی شما بگید هی ما فقیرتر میشیم، جامعهمون هم خرابتر میشه، ما رو سر کار گذاشتین. به نظر شما وقتی میشه در اروپا یا آمریکا هم بهتر دیندار بود، هم آرامش بیشتری داشت، مهاجرت به این کشورها ضروری نیست؟ وقتی حکومتی با وجود اسم دینیش نمیتونه این دو امر مهم رو تأمین کنه، بهتر نیست مرزها رو باز بگذاره؟ مشکل عموم ما نداشتن اطلاعات نیست، بلکه بیان آن توسط عاملین غیر معصوم و در عین حال مصر بر بنده شدن است، مثل اکثر مهمانان محترمی که قبلا دعوت کرده اید. بیایید من جسارت میکنم بیایید من با دلایل به شما ثابت کنم که در جامعه ما از دین فقط ظاهرش مانده، آن هم به دلایلی. با عرض سلام، با تشکر از برنامه‌تون. حاج آقا درست میگن، چون با لباس و ظاهر دین متاسفانه به مردم هم فردی و هم اجتماعی بسیار ظلم میشه. من این خردها گاهی شیطنت آمیزه. فکر نکنید گوشمو کسی میکشه ها، به من خیلی لطف دارن، من پشتم گرمه. در انتها توجه شما رو به جدیدترین فناوری بیدار کردن آدم‌های خواب سنگین جلب می‌کنیم که محال ممکنه که کسی بتونه در برابرش دووم بیاره. Computer controlled, powered by an air compressor. This is how I wake up every single morning. I've been using this bed to wake up for the past 4 years. And this is what it looks like. Hi, Mom! I'm a really heavy sleeper. That's what it takes to get me up in the morning.